سلام كمسك الختام. به نام آن که جان آفرید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر بنده عیب بنده را در این دنیا پوشاند، خداوند در روز قیامت عیب او را می پوشاند. روایت مسلم. دوستان عزیز، در اینجا سوال به میان می آید: عیب چه نفران را باید بپوشانیم؟ علما می گویند عیب آن نفرانی که عموماً انسان‌های خوب هستند، صالح هستند و گاهی از آنها خطاگی یا گناه سر می‌زند که ضرر گناه تنها به خود آنهاست. اگر ما عیب چنین نفران را پوشانیم و رفته آنها را نصیحت کنیم، ان شاء الله خداوند در روز قیامت عیب ما را می‌پوشاند. و آیا عیب شخصانی که گناهکار هستند، فاسق هستند و ضرر گناهشان به مردم میرسد، آیا عیب آنها را نیز پوشیدن جایز هست؟ علما میگویند نه، جایز نیست، چون ضرر گناه آنها به جامعه میرسد. اگر ما عیب چنین نفران را پوشانیم، ضرر بیشتر به مردم میرسد و این سبب عیب چنین شخصان را پوشیدن جایز نیست. باید ما مردم را آگاه کنیم تا از شر اینها، تا از فریب این نفران امین مانند. پس برادر و خواهر ایمانی هم بیایید عیب برادران خود را بپوشانیم. عیب برادرانی که ضرر گناهشان تنها به خود آنهاست. ان شاء الله خداوند بر عوض این در روز قیامت عیب‌های ما را میپوشاند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.